دین عام شود. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخطط زیاد نداشتم، گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. ما نمیدیم. این ولس افغانستان یا مردم افغانستان ستم دیده هست، ظلم دیده هست، حکمت ها آمده سرازیر شده، هر کس یاره خشپه کرده. دیگه ظلم ها خیلی زیاد شده دوستا. خود ظلم عقیده و ظلم علم و ظلم دین خیلی زیاد سری ملت شده. هر کس دکانداری جور کرده و این مردم به سجده خود دعوت داده که بیا پای مرا بلیس، آب دست مرا بشوی جانتا و ایره دوا جور که. هر کس گفته که با مجرد از خانه میبریم بر چفک مردم استاد شوه. ظلم دین زیاد شده. این مردم قابل ترحم و شفقت و دلسوزی هست. شما جوانا علم بیاموزی، خودم مسلح بسازی. با کدام صلاح؟ با صلاح قرآن و حدیث، با صلاح علم. اولاد مردم درس بده، تعلیم بده، ای ملت به خیرخواهی دعوت بده، نه به تاپ زدن، نه به مشرک گفتن، نه به کافر گفتن، نه به مرتد گفتن. چاپلوسی کو در مسئله خدمت دین، چاپلوسی کو. عزت تا پایین بیار، غیرت تا پایین بیار. خبان که یک برادری مسلمان عقیده توحید الله سبحانه و تعالی را بگیره، چه گمان داره؟ اگر کسی عقیده داشته باشه که علم غیب غیر از الله دیگه کس داره، تصرف غیر از الله دیگه کس داره، مالک نفع و ضرر دیگه کس اختیارش داره، شما چه عقیده داره که جنت میره یا دوزخ؟ دوزخ میره. خیر چرا ما دلسوزی نداریم؟ ما شمشیر کشیدیم، فرقی سری هر کس از رو ایستیم. جنجال همین دوستا بر ما جور میکنه، مشکل همیا بر ما ایجاد میکنه. با جای از که زانو بزنه در پیش عالم، خب خود سیر از قرآن و حدیث بکنه، از راه علم داخل شود در دعوت خود. بله غیرتی تا ما افتخار میکنم غیرتیستی، شجاعت داری. الله دیگه ای غیرت و شجاعتی تا در چوکات علم استعمال بکنه، با بصیرت استعمال کنه، بی بصیرت نباشد. توی ملت ببین، این دنیای کفر آمده رایست. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سری با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خود دستوریا از زیر بار بکشه، اول چادری خدا جمع کرده در جان خود است. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قا گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حق کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه. به الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسه دوری حدیث خوانده شد. بان که در مسجد ما در دیقانم حدیث رسول الله، امی حدیث برش بخوانم نکو سر ما و دولت و قوم و علم و کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزانی، امی مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. دین عام شود. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. من که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخطط زیاد نداشتم، گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. من چیزی نیستم. این اجتماع برای قوت دین تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولیت است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر
محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده. از سری بدخشان شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه، یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب والله کرایه محترم الله قسم به قرض پیدا نکردم. امروز عالم ما از کدام نقطه سرازیر شده در این جمعیه پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم، خیر است 5 سوریش شما بگیره، قایدش شما بگیره، تختگکش شما بگیره، قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم از خواهراست. الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه، امی تعلیم قرآن و حدیث به اطفال میکنه، عقیده را به اطفال میکنه. ما را چی شده؟ بیایه امی مجمع اگر ما و شما تعهد با الله سبحانه و تعالی بکنیم که 1 روپیه ما دیگه به جای مصرف نمیشه، فقط در خدمت کتاب الله و حدیث رسول الله، کامیاب هستیم یا ناکام؟ کامیاب هستیم. تعهد کنیم که ما همه ما فقط در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امید و آرزو را داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگوی عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است، با که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم یا عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیایی که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم، یقینا دل بسوزانیم. اجتماع پیام داره، اینی پیام است. اگر ما واقعی حقیقی براستی الله سبحانه و تعالی، آدم از نفاق نگاه کنه، به الله قسم بس اوقات در ذهنم میگرده که در همچو مجالس اگر 1 دقیقه تاخیر بکنم یا الله در جمله منافقین نرو، به خاطری که خود زرنگ دانسته که برو هرچی میشه انفجار میشه، هرچی میشه همواه شود. او عالم، او مردکی دعوتگر، او مؤمنی مخلص، بان که در همچو مجالسی که تقویت دین میشه اول انفجار سری تو شو، دشویم که ما در او حالت برسیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره. خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رویست. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکن، بس اوقات من میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ پیشتر گپ از قاضی و حمدالله و سلام شد. یقین بکن عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خود چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیر قوی معتمد قطش نیست. و بیچاره از کجا بیان کنه؟ کردیم ما و شما کدام انفاق؟ راستی تا نبگوی کردیم؟ نمیتونیم. یقین به الله بکو که علما حق، واقعا حق برشان برسه. الحمدلله. امی از کجا جور شده؟ ما و شما سلفی بگوی از اول بودیم یا نه که از بصیرت کار گرفتیم، چیزی را دیدیم باز بعد از او گفتیم که امیرا را اختیار کردیم؟ امیرا را به بصیرت اختیار کردیم. وظیفه ما چی شد؟ حالی شما میدانی. کسی ما پول داریم انفاق میکنیم و مما رزقناهم ينفقون، کسی ما علم داریم، کسی ما موتر داریم، کسی ما دکان داریم، ما مراکز تقویت داده میتونیم، کمیته جور کنیم، منسجم شوی، حلقه جور کنه، یکی تان یک چیز دیگه تان دیگه چیز فراهم کنه، اولاد مردم درس بگویه. من یقین براتان دارم که یک روز خاط آمد، یک وقت در مسجد کسی آمد گفت من مولای مسجد خو نمیشناسم ولی دعا میکنم که الله نو پشتیش بخشش کنه. اولاد خود دیده بود که چیزی را یاد داشته بود. ما از این کار بگیریم، بجای از اینکه قطع هر کس طعنه بزنیم الا این طور است
فیسبوک ها را ما و شما دو دشنام پر کنیم. نه 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 نه، رای تعلیم در پیش بگیرین در مقابل بدعات، شرک، انحرافات. واقعا مبارزه‌ای که به حکمت باشه بکنیم، انشالله ما کامیاب هستیم. هیچ کس هم دمی روی ما را گرفته نمیتونه. و ما پیام ما به همه علما، به همه اقوام که ما را به نظر بد میبینه، اما عیب و نقصان ما را امیتونن گشنما کنه، به چشم و سر ما میپذیریم. خود تهمتای ناحق سر ما نچسبانه، حوالای کتابای گم سرگم بر ما نده، سر ما تهمت ها بسته نکنه. تهمت گناه کبیره هست. الله سبحانه و تعالی از شما سوال میکنه باز چرا ما را متهم به این گپا میکنی؟ عزیزان گرامی، شما که خواسته شده به خاطر اینمزی خواسته شده، ان شاء الله قطعنامه ترتیب شده و بعد از او مجلس مشورتی هم هست. ان شاء الله همگی تجربه ها و مشوره های خود شریک میکنه. خب ما و شما چه دستاوردی داشته باشیم، چه قسم انسجامی داشته باشیم، چه قسم ما از یک برادری خود در یک نقطه دیگه همکاری کرده میتونم، کمک کرده میتونم، امی احساس چه قسم پیدا میکنیم؟ صحابه که امی قدر فتوحات برش حاصل شد، به این خاطر حاصل شد که دین اهمیت داد، دین کاری خود دانست، دین وظیفه خود دانست. ما و شما هم این قسم وظیفه داشته باشیم. در این فکرها نباشیم که از بدخشان حرکت کردم بگوییم که والا موریث متوکل کرایه راه مرا میده یا نمیده، برم یا ندم. ما به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی کار کرده رایستیم. الحمدلله بنیاد احیای سنت هیچ کدام منبع مالی نداره، که هیچ کدام منبع مالی که انتفاعی داشته باشه که ما بگیم که اینی طور کار کرده، لیکن به توکل الله سبحانه و تعالی حرکت شروع شد. الحمدلله الله در قلب شما انداختی بره ما از عقیده دفاع میکنیم. در اینجا تشریف آورده، وقتم از یاد گرفتم، بسیار بخشش باشه. الله سبحانه و تعالی همه ایتان اجر جزیل نصیب بکنه. دعا براتون میکنم که الله سبحانه و تعالی همه ما را دعوتگری واقعی راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازه و همین حدیث که ما انا علیه و اصحابی به مو را روان شویم که رسول الله روان است، به مو را روان شویم که صحابه کرام روان است. الله توفیق نصیب ما بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.